نگاه که تویی میوه که نه بیا گشنه مونده مخه توی میوه که همین تربوز خربوز انگور قطعی سیر کردیم کی میوه یا خود کی میشه از تیار میشه اینا مردک جان چایا گیرین چایا آخه مردم همین آخره همین تربوز خودش اوه هی مردک جان همین یک گپ میگم فقط جنگ نکنین مردک دگه جان بگو همین روز جای کارتان رفته بودم خاین زنگ زدم تلفناتان کشتگی بود راست کابینتتان رفتم در کابینتتان هوی کردم که هیچ کنه بود دیدم که کاستومتان دوشیلکه کشال بود همین کیسه کاستومتان کفتم مردک 5-6 هزار سامانی پول بود ای ما بینش 500 سامان شا گرفتم مردک جان فقط جنگ نکنین برای خودم هیچی نخریدم برای خونه پرودوکت خریدم روغن خریدم کارتوشکا خریدم ارد خریدم مردک جان برای خودم هیچی نخریدم مردک کابینت رفتی کاستوم موندگی 5-6 هزار در کیسش ها مردک 500 سوم گرفتی ها مردک 500 سامان شا گرفتم ای زنه که بیعقل او با 5-6 هزار سامان همشه نمیگیری بیایی برای چی مردک؟ چیه برای چی؟ مرا 3 ماه شید ای او جای کار سر کدگیان با شما آویاکاس شاهنازه را توصیه میدهیم بلیط های ارزان و باورینок است با واتساپ شون زنگ بزنید بین این پیش نقد نیست همینجا میشینیم همینجا میشینیم و اینجا با نقصه هم ببینیم وا رئیس جان ای بلیط قیمت بوده شرط بود همین بلیط خریدم او رئیس راست میگه ای پول که اینجا رسخود کردی سوم همه دادی ما کمدی اونا بود میکیم نمیشی هیچ گپ نداره مشموره اینقدر راه یافتم بخی همین روزی در کارخونه عصباتون ویران نشده یا که یک روز مشموره آوردم که کینوی تاجیکی خمانه تماشا کنین استراحت کنین تمام فقط اینجا گپ ندارین تماشا میکنین محبلیتی مرا خبر داشت یکی سراغ کردن میکنین وی رئیس اینه کودک بی مخمون بلیط تبازور خریدم این پول های کجا افته خریدم راست میگوینی که بیا بپرسیم چرا پرسه کنی ای بچه سیفی چند میخونی؟ من؟ سیفی 5 سیفی 5 میخونده گوش که بچه جان ما یه رئیس صاحبی کارخانه باید عذاب پلی افتم این بلیط خریدم تو یک بودکچه ای کجا پلی افتی بلیط قیمت خریدی؟ این بلیط اوتان خرید اوتاد خرید؟ اوتاد کجا دای با؟ اوتان در خونه بلیط کفته سای